شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز، مخلصیم. بچه همگی سلام. آقای نام کلیچ سلام. بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جا همگی خالی. در زمان رضا شاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت. وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سمیه این 2 تا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راهنا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سوادکوه و سرخاباد هستش. هزینه‌ش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. اینم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید.